هر انسان در این دنیا یک سرپناه داره. سرپناه ما منطقه چکور است. چشمای خدا در منطقه چکور باز میکنیم و آخرین نفسهای خدا در منطقه چکور میکشیم. اگر در بیرون به دردسر گرفتار شویم، خدا به منطقه چکور میرسانیم. هر جایی هم که بریم دوباره به همین منطقه برمیگردیم. اگر یکی دیگه خود هیچ وقت ندیده باشیم بازم خوب هم دیگر میشناسیم. فرار میکنه، نمانینش، بگیرینش، پیداش کنین، نمانینش. یک کیلو مالتا چند است بیادر جان؟ با تو 17 لیره میتم. بسیار قیمت. 15 لیره بده که یک کیلو بگیرم. 16 لیره میتم درست است. اگه 16 لیره میگرفتم اون از اونجا میگرفتم. میوهش هم تازه بودم خوب بود. اشتباه کردی خوار. مالتای ما در ای جای پیدا نمیشه. هم شیرین است و هم پخته شده. حالی که تو قدر شلستی با تو 15 لیره میتم. با دیگه کس نگویی. سایس بگی خودت پرتو. معذرت میخوایم. بفرمایین. خسته نباشین. امکان نداره. بفرمایین. این دفعه ازت پیسه نمیگیرم. زنده باشید آقا اولادایت نبینی. راستش تو را دیگه کس فکر کردم دخترم. از او خاطر متعجب شدم. به هر صورت چی میخوایی؟ بیبی سیبم دارم. مال تام است. چی میخوایی دخترم؟ مصاحبه. تو نوکار هستی؟ از کجا فهمیدین؟ بسیار حریص معلوم میشی. بله. میخوای گزارش تهیه کنی، با مدیرایت ببری و با قسم چاپلوسی ترفیه کنی. همه قسم است. بله هم نه خیر. از طفولیت تا امروز فقط نامت شنیدیم. یعنی میخوایم امروز از دانت همه چیز بشنوم. چیزی که به ضررم باشه جواب نمیتم. برات از امیال گفته باشم. درست است؟ بیا. ضبط صدا نه. هر چیزی که میگم در فکرت بگی. صحیح است. بشی. نزدیک شام در ختم بازار کسایی که غریب هستند میاین. میوه ها و سبزیجات خراب میخرند. ما میوه های خراب به فقرا نمیتم. کراچی را پیششان میمانم. میگم هر قدره که ضرورت دارین بگیرین. ما در طول روز روزی ما با دست میارم. دیگهش حق اوناست. اما تو نیست. در 42 سال یک روزم نتانستم میوه خوب و تازه خانه ببرم. حتی یک روزم اولادایم میوه درست نخوردن. اونا با اولادای خود چی میتن نمیفهمم. پرسانم نمیکنم. چند اولاد داری؟ نام کلانش جمال است. در زندان است؟
باشه جان رئیس جمال. از قهرمان که خورده است. یعنی او کارای تا پیش میبره؟ بله. قهرمان بدن دیگه این کار نمیکنو. بس تک دارم آرام باش. گفتم آرام باش. میکنی احمق، جاسوسی میکنی یا نه؟ تشویش نکن، تداوی تا میکنم. قسم بخورم حضور برات بگم. آرام باش، آرام. مشکلت حل میکنیم، بقدر سر و صدا نکن. آرام باش، آرام. گوش کن، یا برات بسیار فایده داره. متوجه باشی که دیگه امرای ما ای کارا نکنی. فهمیدی یا نه؟ دارم میگم دیگه اشتباه نکنی. و بچه دیگه سلیم است؟ درست گفتی. وام از قهرمان که خورده است. سلیم. جان مادری توت زمینی ها تازه است. نیست خاله. تازه که نیست چشم مردم خاکم میزنه. بوتای ما چند دقیقه پیش رنگ کردیم. چی میکنی خاله ها؟ میخری بخر نمیخری برو رنگ تگم کو. درگیر بابت حتما میتومه. برو دلت برش هر چی میگه سلام مرام برش بگو. تو با صدو بگو بیاده. این خلطه را بگی میوه پر کو. او خاله که رفت نه با او بته بگو آقا سلیم برات داد. روز خوب ما هم دندان دردی است. های میوهی که در روی زمین افتادن جمع کنین به یگان نفر بتین. لباسهای ما را بیخی چتل کته. یگمی کار پس مانده بود که در بازار میوه فروش ایم. لعنت به طالع بد ما. حالا مثل آدم های بقالا فروش شدی. تو بسیار خوش داری که در سرکا بقانا بفروشی. راست بگو چی شد؟ نیک هواید رفت؟ دیگه خیانت میکنی؟ بعد از یان برم دروغ میگی ها؟ بخیز. جوانا بچه ها را خبر بتین فوتبال کنیم. بیادر چی کردیم او را کشتیم. شما نکشتین ما کشتیم بچیم. از صبح تا حالا در کاری احمق مصروف بودیم. اجازه بده کمی ماندگی خدا بگیریم بیادر. برین رفیقا بر امروز هم قدر بس هست. باز در وقت مسابقه یکی دیگه خدا میبینیم. یعنی بیرون شدن بیاده تنها هستن. نام سابق این منطقه چکور بود چون اینجا بسیار چکور است. اینجا بسیار گلای لاله بود. در سال 69 نفوس اینجا زیاد شد. مردم های زیاد آمدن. منطقه بزرگ شد. شهرداری آمد گفت که اینجا را نایه می سازیم. نامش چی بانیم؟ مردم زنده باشن. جمع شدن و نظر دادن گفتن کوچوال بانین. اگر نیم ما با کسی نگفتیم که تخلص ما بانن و نمیگمم. میخوایم فوتبال بازی کنم. لباس های ما آماده است؟ آماده است. صدقیت شما بیادر پاک ششتیمش. آفرین. ما میگم در کارت بسیار لایق است. بیادر از تو امر کردن و از ما به سر دویدن. امر بچه ها فوتبال میکنی؟ نه بچه ها خسته بودن از او خاطر بازی نمیکنن. کی؟ سرت کلا ماندن دروغ گفتن برات. تو امر کما برات 100 نفر حاضر میکنن. شعر استی آقا جان. برو حالا زیچو برو دیگه حالا. پر میرم و میایم خاطر جمع. یعنی هر کس در منطقه کوجوال زندگی کنه دوست یا اقاربت است اما ترس؟ روز بخیر بابا جان. روز بخیر. فکر کو که اقارب ما هستند چون وقتی که با کدام مشکل گرفتار شوند پیش ما میاین. اگه از دست ما کار ساخته باشه انجام میتون. یک طرفه نیست. وقت ما مشکل پیدا میکنم پیش اونا میرم. اگه قار نمیشی میخوایم یک سوال دگام کنم. چرا قار شوم دختر مقبولم. برای تول گفتم چیزی را که نخوایم جواب نمیتونم. صاحب نیمه خانه های این منطقه تو هستی. در نیمه دیگه هم شریک هستی. شنیدیم که بیشتر از 1 میلیارد لیره سرمایه داری. با وجود اینقدر ثروت که داری بازم چرا هنوزم میوه فروشی میکنی؟
گوش کو دخترم. پدر مرحومم همیشه ای گپا میگفت. بچم پول ذخیره نکو، محبت مردم ذخیره کو. اگر کسی دوست نداشته باشه باز پول چی ارزش داره؟ و من جواب سوالت. فقط من نه، اولادایم هم در کنار ما میوه فروشی میکنن. هیچ مهم نیست که در کجا رسیدیم، مهمی است که از کجا شروع کردیم. این دنیا را که میبینی انسان ها را در یک روز به آسمان بلند میکنه و یک روز به زمین میزنه. وای وای، سلام علیکم بابا قهرمان. هر کار از خود یک اصول داره. حق به جانب هستی بابا قهرمان، اما مثل وکیلای پارلمان هیچ دیده نمیشی. 20 دروازه را تک تک کردم تا بالاخره پیدایت کردم به خدا. سعدالدین واردولو. ذهن خوب داری. بیادر بچه ها آماده هستن. برین گرمکاری رو شروع کنین، من میایم. برین. با بیادرتانم چای بتین. سعدالدین بیادر، من دک رنج هستم، زود قار میشم، فهمیدی؟ ما جرمیم، تشویش نکن. زندگی بی خطر نیست. خب درباره خبرهای که علیتان چاپ شده چی میگین؟ کدام خبر دخترم؟ حتی پلیس هم بخبر از شما داخل منطقه نمیشه. به امروز همه قدر بس است. اگر بعد از این ادامه بیتی خطرناک است دخترم. اما هنوز شام نشده. من نگفتم که شام شده، گفتم بعد از این ساعت خطر شروع میشه. فهمیدم، یعنی سوالای خطرناک شروع کردم. موتر داری؟ میخوای برسانمت؟ نه، اگر تا ایستگاه تاکسی برسانینم خوش میشم. خوب است. ایسا موتر بیار. بیادارا همه قدر بس است، زود شوین برین. میوه هایشان چی میشه؟ کسایی که پول داشتن گرفتن، خداوند برشان برکت بده. کسایی که نداشتن از دور سیل کردن، باقیش دیگه حق اوناست. شف نه شفتولو، هدفم شراکت از بیادر. شما متوجه ما باشین و ما به شما حق میتم. سعدالدین، خواهش من رد نکن. اختیار داره ای خندق شماستین بابا قهرمان. سر صندوق خزانه شیشتین. ماشالله ماشالله. چشم بخیل کار، خداوند نقبتتان که جمع کردن نتانین. ها، از پول که استفاده کردن نتانین از گداییگر چی فرق دارین؟ بگی مرا همراهتان شریک که نامتان همراه میلیونرهای جهان یاد شود. از سرمایه که استفاده نکنی چی فایده؟ پول که نداشتی و لگه که سلامم برات بته. کت پدرت گپ بزن که مرا یک دفعه ببینه. دیگه شبر مبان صدقی چون. این شراکت به نفع هر دو طرف است، یادت باشه. خوش شدم که دیدمت. من رفتم. یک اما میره گیر نکدم، کلش گل خندی برآمد.
کرم در راه غلط روان هستی. پیرکی اجازه بده که ما اول تیر شویم، فهمیدی؟ پای ماندن در راه غلط میفهمی؟ در این منطقه گشت و گذار کردن نمیتونی. گپ کشاله دار نکو، بان که بریم. برش اجازه بده که تیر شوه. آفرین پیرکی، ای قسم کاراکو صدقه سر کلت. یک کم دگان پیش میبرمت. از اونجا برای تکسی بگی. دیگه در امن هستی. میخواستم تا خانه برسانمت اما قسمت نبوده دخترم. فرق نمیکنه، مهم نیست، هیچ مهم نیست. میشه یک دقیقه منتظر باشی؟ موتر گل کن. از موتر پایین شو. او دکانم میبینی؟ میبینم. پیش او دکاندار برو. با خود و دوستایت نوشابه بگی، درست است؟ نوشابه؟ اگه پول خواست بگو. کاکا ادریس پیسه شمیتا، درست است؟ درست است. اگه گفت کدام کاکا ادریس، میگی کاکا ادریس کوچوال. حال برو نوشابه را بگی. در موتر بیشی و منتظر ما باش. خفه خو نشدی دخترم؟ میخواستم تا خانه امرایت کنم اما دیدی که اجازه ندادن. قسمت نبوده. چی گفتین برشان؟ با کی؟ با او بچه. زیاد مهم نیست. دفعه دیگه پیش از آمدن برام یک خبر بده. یعنی بازم آمده میتونم؟ البته که میتونی. مرا برات غلط معرفی کردن. ما آدم خور نیستم. بسیار زیاد تشکر. در اصل ما باید تشکر کنم. چرا؟ به خاطر که بعض سوالات جواب ندادم. مشکل نیست، دفعه دیگه بخیر. بیشی دختر مقبولم. سوال آخر، اگه خواسته باشی جواب بده. وقت پیشت آمدم مرا با کس دیگه اشتباه گرفتی؟ با کی اشتباه گرفتی؟ معذرت میخوایم، شخصی بود. با کسی که سالها پیش از دست دادمش. بسیار شباهت داری. فهمیدم. بازم تشکر. دفعه دیگه که می آمدی به یکی از دکانا برو. برش بگو که میخوایی مرا ببینی. اما قدر کافی است. اونا تو را پیش من میارن. درست بازم است. تشکر. خواهش میکنم. نوشابه گرفتین؟ تا حال نخوردین. نوش جان کنین. بخورین، نترسین. نوشابه از بچین بنوشین. چطور است؟ پرسیدی که ادریس کوچبال کی است؟ بله پرسیدم بابا. شما از این منطقه نیستین؟ نه خیر نیستیم. از استانبول هم نیستین؟ نه بابا، ما نآمدیم، ما را ببخشین. از موتر پایین شو. بابا لطفا ما یک اشتباه پایین کردیم. شو.
حال ما و تو یک بازی میکنیم، درست است؟ ایره بگی. بازی شیر خط بلد هستی؟ اگر تو برنده شدی دست ما بوسیدم میری. اگر ما برنده شوم بعدا تصمیم خودم میگیرم، درست است؟ شیر یا خط؟ شیر. شیر خوب است، پس بنداز. دفعه دیگه در مقابل کسی که نمیشناسی بی ادبی نمی کنی، دشنامم نمیتی. حال از اینجا برو. میماندی که استخوانشان هم ایده میکدم. لازم نبود بچیم. اگر بدل تو باشه کل استانبول معیوب میسازی. علی جان بیا بیا، ساده دروازه را باز کو. ای خدا. بیا علی جان بیا. بیا، خوشوی دوست داره. توبه توبه. کاکا من خوشو ندارم، با من کسی دختر نمیته. گفتی خوشو نداری؟ اگر کسی را دوست داری با خواستگاریش میرم بچه. فقط بگو بیا. نه کاکا، مرا قبول نمیکنن به خاطر که پول عروسی را ندارم. من سوپ بسیار خوش دارم. حال تیار میشه. بویش ببینید رسید و آمدی ها؟ نه، خاله سادات وقت کثافات دور منداخت دیدم. توبه توبه، مرا خاله نگو، از تو که جوان هستم. در کثافات چی بود علی جان؟ پوتی ماس بود، پاکت مرچ سرخ بود، پوش مسکه بود. باز فهمیدم که خاله سادات سوپ پخته کده. ایره بیبی دیگه از خود کاروبار نداره، فقط کثافات خانی ما را میبینه. ادریس بیادر. امی وظیفهش از دخترم چی کنه؟ سوپش بیار که بخوره. تیار است نه؟ تیار است تیار است، زود بخوره بره که کل خانه را بویی گرفته به خدا. گپایشه جدی نگی. در منطقه چی گپ است؟ خبر نو داری؟ قهرمان بیادر پیش میدان فوتبال بود. یک آدم آمد، 6 تن با هم گپ زدن. کی بود؟ نفر چقر بود؟ نبود، اما سابقه مورد دیده بودم. یک دفعه پیش مکتب، ام دفعه به اینجا. منظورت از این گپ چی است؟ پیش خانه در موتر 6 تن گپ زدن. کده کی شیشته بود؟ سوپ. ها؟ سلام علیکم علی جان، خوش آمدی. برادر باید درباره یک موضوع گپ بزنیم. خوب است. سادات یک کاسه برام بیار. درست بررسی کردی؟ کی است؟ از کجاست؟ نو به استانبول آمده. نفرایش بسیار زیاد است. کل شام قاربش هستن. چقره از کجا پیدا کرده؟ ماره؟ کل شهر بلد است پدر. هدفم اون نیست. قبلا امرای کاکا مجاهد گپ زده، اما او موضوع را به شما نرسانده. تو چی میگی؟ من میگم که ملاقات کنیم، اما تصمیم شما مهم است. درست است. برش بگو سبا بیایه. میبینمش. باید یک بار طرف چشمایش سیل کنم، ببینم که نیت نیک داره یا بد. باز فهمیده میشه. درست است پدر.
کجا میری قهرمان؟ جایی نمیرم، هم اینجا میباشم. امشب بیرون نمیشی. امرای مادرت باش، درست است؟ بیرون رفتنت زیاد شده. خسته میشم. خسته شدنت خوب است. صبر یاد میگیری. ما میرم. با مادرت خبر بده. سعدالدین بیادر، پدرم میخواهد تو رو ببینه. زنده باشی. پدرت کجاست؟ بیرون رفت. سال یک دفعه از منطقه دورتر میره، اما نمیفهمم که کجا میره. مادر تو میفهمی که کجا میره؟ نان تیار است. سلیم هنوز نامده. یک دفعه برش زنگ بزن. زنگ میزنم. Should I go? If you said that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always stay. You happy when I'm on my knees? One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? کاکا نیم دانه نان بده. مقبول اگر روی ماهی تی طرف دور بته. چند است؟ زیاد خب منتظر نماندی. در جای غلط ایستادستی. آدم واره گپ بزن. تو کی هستی؟ پشت من نگرد. اونا تو را با کس دیگه اشتباه گرفتن. نه پس چه از پیشوری محتاب بالکه روشنی سر ما بتابه. نه اشتباه گرفتن. این دوست دخترم است. دوست دختره چی؟ احمق دیوانه شدی؟ عشقم چرا قسم میگی؟ تفلک دورشگین استخانه تمایت میکنم. قندولک ای راست میگه؟ نه بیادر، ما با هم جنگ کردیم، از خاطر سرم قار است. این قسم راویه میکنم. گمشو احمق. قوارش تکا میگه ای دوست دخترم است. بسیار معذرت میخوایم. تو از خود خوار و مادر نداری مردار خور. بگی است. بیا حالا بدو نباید ما را گیر کنه. حالا بدو عجله کش. تیز بدو. حالا استاد باشه. از این طرف بیا زود باش. عجله کو. کم تیزتر بیا. استاد کجا میری؟ از این طرف رفتم. بیا زود باش. داخل شو اینجا. داخل شو. اگه پیدای ما کنن چی؟ گپ نزن.
شاید هم اینجا باشن. بیاین این طرف بیاین. تو دیوانه هستی چیستی؟ من میخواستم به تو کمک کنم اما تو به من درد سر جور کردی. چی میخوایی تو ها؟ چی میکردم گشنه بودم؟ صدای تب بلند نکو، خواهش میکنم لطفا. گشنه هستم، کم از که زفت کنم، میخوایم یک لقمه نان بخورم. دستم چی میفهمیدم که تو آدم خوب هستی، فکر کردم که مثل اوناستی. درست است، حق به جانب هستی، راست میگی. بسیار ببخشی. شاید رفته باشن، میتونیم که بریم؟ نه رفته نمیتونم، من بیرون نمیشم، اینجا خانیم هست. درست است. ای اگه زیاد گوش نستی بیا برای تخم مرغ پخته کنم. نه زنده باشی نمیخوایم. درست از خودت میفهمی، متوجهت باش. چی است؟ کسره در وقت نان خوردن ندیدی؟ دیدیم اما ای قسمش دیگه ندیدیم. بسیار شکم بو معلوم میشه. چی کنم دیگه گشنه هستم. راستی چند روز میشه که نان نخوردی؟ خانه مانام خونه داری اما تو نیست؟ خب چی شده ها؟ چطور به این قسم وضعیت رسیدی؟ نمیگم، هنوز سرت باور ندارم. یعنی اگه سرم باور کنی باز برام میگی؟ دوبارش فکر نکردی. نامت خب برام بگو. مریم. دروغ میگی، نام اصلی دیگه چیز است. تو هنوز درست نشناختیمت که نام خدا بگویم. خوب است. کجا بخیر؟ میرم به خاطر کشتن تو یک کار دیگه و کشی بیارم. فکر نکنم یک مرغم کشته بتونی. برات کالا میارم، باید یک دفعه حمام بری. یک دقیقه صبر کن. ما در خانه تو حمام نمی کنم. پس از ما دور باش بلیاز خدا. فکر میکنم در پیش کدام زبالدانی استاد استم تو بعد بوی میتی که نگو. من خواهست نمی کنم. بسیار تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. امسالم دعوت ما رد نکردین، آمدین، شرف بخشیدین. تا وقتی که نفس میکشم و زنده هستم همراه دوست خود. موسیقی بنوازین.
ادریس. از اول قسم بودی یا بعد از حادثه قسم شدی؟ کدام حادثه؟ اویشه دیگه نمیفهمم، فقط میفهمم حادثه کردی. اگر راستش بگویم بسیار جالب استی. شب خوش داشته باشی. هپ کجا بخیر؟ خواو میکنم. او خصایی سما ما جای تا اینجا انداختیم. اونجا اتاقم است. متاسف هستم همراه میهمان همه قسم رفتار میکنی؟ با او اندازه سرت باور ندارم که تو را به اتاقم اجازه بدم. پس به چی نتیجه رسیدی؟ به این نتیجه رسیدم که من در اتاقم خو میشم تو در اینجا. شبت بخیر. خو شدی تلویزیون گل کو. چی شده؟ میخوایم دروازه را قفل کنم. مذاق میکنی نه مترس؟ از کجا بفهمم که نصف شب بیدار شده مرا نکوشی؟ اگه تو آدم خوب بودی سر کوچ استراحت میکردی همه تو خوب سعی کن. از آوردن پشیمانم ساختی. تو جار خونستی که بکشمت. دی باره قبل از اینکه مرا اینجا بیاری فکر میکردی. راستی در داخل چی رو پت کردی؟ استاد شو. تو را چی غرض؟ درست است برو خو شو. اوقی قلف میکنم. سعیس قلفش کو. شب بخیر. بار خو شو دیگه زیاد گپ نزن. بچه ما به تو چی گفته بودم؟ قسمت بعدی. ما نمایش اجرا نمی کنیم. کوچ والا هیچ وقت نمایش اجرا نمی کنن بچیم. از پشت سرت نمیگن که سلیم کوچوال خدا به مردم نشان میده. لعنت به توی ما چرا خانه خود آوردیش؟ چرا؟ هر بلایی که سرش میامد دیگه. در منطقه ما خان آقام ما اینجا نمیفروشم. حتی در ترکیه کسی معتاد نمیشه. راستن اروپا